بیخ میبرم، باش ساندویچ کالباس درست میکنم، با لیمونات میزنم به رنگ. گیر گروبان گارسیا تو کس مادره. دخترها مردم رو لیسیده، ما شهید دادیم، نمیذاریم کسی پای ناموس ایرانی. مامانتو میبرم لابوتوها میکنم معمول بیاد ببینه. مامانتو خرش میکنم تریسان بزنیم با معمول. مامانتو میفرستم چوپونی گرگا کسشو از بیخ بکنن. سلام و درود دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید، خیلی خوش اومدید. بله به هر حال ما پس شروع بکنیم زودتر. لایومون جمعیت آنچنان نداره، در نتیجه میریم سریعتر که داشته باشیم. بله به هر حال سلام دوست عزیز. بابا چقدر موهاتو خوشگل زدی بابا، بنازم. خوبه؟ عالی. تافت ژل چی زدی؟ تافت داداش. تازه از آرایشگاه اومدی درسته؟ تقریبا اومدی دختر بازی درسته؟ نه با به قیافه من میخوره. خوردی ولی به تور ما دوست عزیز. بله شما چی داری؟ دوست عزیز بنده شیخ سرهنگ جاسمنایی هستم، استاد ماورا و علوم غریبه. واقعا؟ بله فال پاسور استخاره. یه خورده بده بالاتر موهاتم ببینم چقدر موهات جالبه. بله دوست عزیز بنده 12 سال مراقبه کردم داخل هند تو گوا. درسته. بله فالگیر هستم در کل. درسته. یه فال ما رو میتونی بگیری؟ بله دوست عزیز شما چه نیتی داری؟ من نیت دارم که نیت آمد بگم؟ بله اگر که امکانش هست. خب نمیشه نیت رو گفت که نیت میکنم شما فالتو بگیر. دوست عزیز اگر که نیتتو بگی بنده واسط فالتو انتخاب بکنم، چون من فال پاسور، استخاره، گشایش بخت، طالبینی چینی، طالبینی هندی، من سرکتاب. خرید یه محصولی میخوام انجام بدم. جان یه بار دیگه لطفا صداتون قطع شد. خرید یه وسیله میخوام انجام بدم. بله دوست عزیز عرض شود به حضورتون چه محصولی میخواید بخرید شما؟ بله اینترنتت قطع شد دوست عزیز. اینترنت شما من صدای شما رو دارم. اینترنتت خیلی قطع شد، صدات خیلی رباتی میاد میدونی؟ بله. الان اوکیه؟ الان اوکی. خب گفتی نیتت چی بود دوست عزیز؟ خرید یک وسیله. چه وسیله‌ای میخوای بخری دوست عزیز؟ ماشین. ماشین چی میخوای بخری دوست عزیز؟ 206 خوبه؟ الان در حال حاضر شما نه خب شما خودتون تصمیم گیرنده هستید. درست. چه ماشینی شما میخوای بخری؟ 206. خب قشنگ مثلا میگفتی میخوام 206 بخرم تا یه محصولی میخوام بخرم بهتر نبود؟ آره. دوست عزیز اسم مادرم بگم؟ نه دوست عزیز شما بنده رو ظاهرا با شخص خاصی اشتباه گرفتی. بله نه بله دوست عزیز هر شود به حضور شما الان شما ماشین دارید یا نه؟ بله الان دارم. ماشینتون چیه الان کویک. بله کویک داری میخوای 206 بخری درسته؟ بله. یعنی کویک ارزون تره 206؟ بله. بله دوست عزیز خب پس میخواین کویک بخرید شما. دوست عزیز هر شود به حضور شما اسم شما چی هستش؟ من امیرم. امیر جان اسم مادر چی هستش؟ نه ظاهرا شما بنده رو با یه شخص خاصی اشتباه گرفتی. بنده یه برادر دوقلو دارم مادر جنده، اون مردم رو سر کار میذاره. اون یه خورده موهاش بلندتر از منه، ریشاش هم سیاه، موهاش هم سیاه. میدونم الان رنگ کردی. خب من قهوه‌ایه رنگ مو، ولی دوقلویم، چهرتن شبیه همدیگه هستیم دوست عزیز. درسته. بله بله حالا اگر که خب نیت اسم مادر بگم؟ بله در خدمت هستم. اسم مادر زینب. بله دوست عزیز مشکل نداره من برای شما فال موکل دار بگیرم؟ نه بفرمایید. بله
از موکلم ابو خلف سوال میپرسم که آقا امیر فرزند زینب خانم که یه ماشین کویکی داره میخواد یه 206 بخره، آیا میتونی کمکش کنی سریعتر به آرزوش برسه؟ کی تو کجا زینب؟ کی تو کجا زینب؟ کی تو کجا؟ دوست عزیز من فالتون یه مقداری مشکل داشتش. درسته. شما 206 چه رنگ دوست داری بخری؟ سفید. از موکلم ابو خلف سوال میپرسم که آقا امیر فرزند زینب خانم که یه کویکی داره میخواد 206 سفیدی بخره، آیا میتونی کمکش بکنی؟ کی تو کجا زینب؟ کی تو کجا زینب؟ کی تو کجا مامان امیر؟ حسن ننت مادر شفته مامان امیر زینب. کی تو کجا مامان امیر؟ مامان امیر ایشم حسینه. کی رو حسین تو کجا زینب مامان امیر؟ زد بعدی مامانش بمیره. زد بعدی اونش بریم من رو میشناسم. جیگر شما بخوری خیلی خوب و نازی. اونش بریم ببینم زیر بغلتو. اونش بریم چقدر زیر بغلش سفیده. زیر بغلش بریم و زیر بغل خوب و سفیدی داره. چقدر زیر بغلش تمیزه. جیرشو بخوریم و زیر بغلشو. بابا رضا خیلی مخلصیم، دمت گرم. علی جان بیا. سلام. چه سلامی چه علیکی؟ من تو رو میشناسم. شما زیر 18 چیکار میکنی اینجا؟ وای تو همونی نیستی که خودتو جای چیز جا میزنی، مثلا دانویسی بعد میگی گیر بکن فاطمه. چرا؟ شما بنده رو اشتباه گرفتی. چرا همونی. حالا من یه دعا میخوام واسه دوست دارم. زیر 18 درسته؟ آره. خداحافظ. برو وقتی که 18 شدی صحبت میکنیم با هم. نه خداحافظ. زیر 18 دوست عزیز هنوز شاشت کف نکرده. خداحافظ. نه چه نه Warum kommt das dir entspannen? بچه لایک هم کنید برم اکسپلور. دمتون گرم. شیر هم کنید، لایک هم کنید. بله ممنونم. ما خونم انقدر بعضی اینترنت خرابه. وای صابر چی تو کش مامان صابر. چی تو کش مامان صابر. چی تو کش مامان صابر جان شغلتون چی هست شما؟ کردن ننت. خیلی بیادبی دوست عزیز. رو گونی پیاز مامانت کردم، مأمور گاز فرستادم صابون بزنه به کس مامانت ببینه سوراخش صدا نمیاد. حف میکنه. صدا میاد. خیلی هم صدا میاد دوست عزیز. چی میگی؟ رو گونی پیاز مامانتو کردم. چی میگی؟ بله و کی رخه دیدی صدا میاد. شغلت چیه آقا صابر؟ چونی معلوم نیست چیه موبایله؟ بکن تو کس ننت. نه حالا واقعا ببین موبایلا رو میکنم تو کس مامانت، زنگ میزنم ویبرش آبش بیاد. اسکی نرو یه چیز جدید بگو. چیز جدید. گناه داری خب. شغل داری کار میکنی بی پدر. بگو. بله بگو فردا سرت بگو. بگم کلیپات دیدم با کلیپات فوشت نمیخوام بدم، داری زحمت میکشی صابر.
زحمت کشیدن که اسمت رو صابر مامانت هم بود زحمت اسمت کشیدم. صابر بود اسمت صابر بود مامانت هم زحمت میکشم بله پس گیرم تو ریش سفید خانوادتون تمام کاسا خونتون رو کردم دوست عزیز رو بلندترین نقطه شهر میرم تمام موبایلات رو از رو بلندترین نقطه شهرتون میندازم پایین با موتور سه چرخ خواهرتو از در مرسه دخترونه بلند میکنم آبجی کوچیکتو کردم آبجی بزرگتو تو کمد دیواری خونتون کردم بی پدر دیدی؟ داری آبجی داری مامان که داری مامان که میشه نمیشه نه مامان خودت هست دیگه بله کی تو نه دوست دارم برگرد به سیاره اسمت چیه؟ جدی اسمت چیه؟ دوست دارم برگرد به کسا نرن نه اسمت چیه؟ برگرد به کسا نرن اسمت برگرد به کسا نرن دوست ندارم بی پدر دوست دارم برگرد به کسا نرن کیرت کسا نرن کیرت کسی مامان صابه نکردم فقط باشم خدا چکرتم عشق من ببین همشون رو ببین کامنت بذار یه لایکی بکن یوتیوبمون رو سابسکرایب کن اسمت چیه خب اسمت سرهنگم دیگه سرهنگ کیرت کسا نرن دوستتون دارم خدافظ دوستتون دارم بله چقدر پسر خوبی بود بچه لایو رو شیر بدید ناموسن یه عددا واسه ما مناسب نیست اون کسیش بریم ما بله کس دختر بله علی جهانبین قوبونش بریم ما علی جهانبین دوست عزیز نگاه ناموسن چه گوشای تو داری بچه ها لایک کنید ناموسن لایک و شیر بدید بریم اکسپلور بله بابا ارسلان دورت بگردم قربونت برم بابا نمیخواد بچه ها گیفت نزنید تو رو خدا بابا رضایی داری خیلی مخلصیم بچه گیفت نزنید تو رو خدا لایک کنید لایک و شیر بدید بله برحال بله کار بعد ای وای این یارو سلام خیلی خوشگل نازی کجایی دوست عزیز داخل عطاری هستی؟ بله بفرمون سلام دوست عزیز من یه مقداری سینم خسخس میکنه معدمم حالت عنم مثل فرنی شده شما باید عرق نعنا یا زنیان اینا رو باید بخورید زنیان بخورم دوست عزیز نمیشه سیروان بخورم زانیار نخورم نه دوست عزیز عنم فرنی شده مثل فرنیه خدا بله دوست عزیزم داشم ارسلان داشم رضا چطوری؟ بذار من یه لحظه یه چیز بدم یه چی بهش میگن مودریتور بدم رضایی داری اد مودریتور به ارسلان هم یه مودریتور بدم بله مودریتور خوبتون کردم شما دوتا رو یارای قدیمی سولاخ چونم به هم چسبیده میگوزم اینجوری صدا سلام دوست عزیز خوبی؟ مادر جنده نزاش باش صحبت بکنیم کی تو چشمون زدم پیج قبلیمون پرید آی پی بنمون کردن ننه جنده نگاه سیبیلا شد کی تو کسا نه فقط فقط با دختر صحبت میکنم کی تو کسا نه همه تو иди нахуй блядь иди нахуй хуй тебе хорошо как дела хорошо пидорасы иди нахуй
блядь. Иди нахуй. بله کم لطفی در حق خودم نباشه به چند تا زبون زنده دنیا مسلط هستم. سلام قصه نباشی. چه سلامی چه حالی چه صورتیه تو داری؟ داداش فوش نده ما ویدیو تو میبینیم خدا. نه کی فوش داد؟ فوش نده. من بخوام فوش بدم که چوچور مامانتو میگم. کی فوش دادیم ما؟ مادرتو میگم خار کسته. اگه فوش بدم نه خب چرا زدی بعدی بی پدر. بله لایکم بکنید دوستان عزیز. دختر ببینم زیر بغل جا تو مریض جنسی هم فتی زیر بغل دارم. زیر بغلش خوب سفیده خونش بریم ما ببین خون چقدر خوب بود چقدر همیشه گیرزو گسترد. دوست ندارم برگرد به سیارت الاغ میمون. بذار قیافش شبیه دورخیز میمونه. نگاش کن. اسم رفیقت رضا. اسم رفیقت رضا درسته؟ بهزاد کسخولیا. کیر تو کس مامان بهزاد. کیر تو کس ای مادر جنده. قلیون سری تا قلیونو کشید بهمون چیز دادن. من نمیدونم این مینی چت چیه که همه داخلش یا قلیون میکشن یا سیگار میکشن یا تریاک. کسکشای خر الاغای نفهم بی فرهنگ. بله سلام بر دوی بانوی پاک دامن. آنخماو هستم. دوست عزیز دماغ 5-6 تا قوز داره. آره مواظب باش چشات کور یه جوری نکن. منحرفه دوست عزیز. خودت هم منحرفی مثل دماغه؟ خودم هم منحرفم مثل دماغم. بله شانس رو ببینی؟ بله دوست عزیز شما آیا معتاد بودی قدیم؟ معتاد که چه عرض اون کنم. دوستمون که 100% شیشه میکشیده مشخصه دندوناش. شیشه میرال 5 میل 10 میل. بله دوست عزیز شما داخل دفتر هستید درسته؟ بله قربان. بله دفترتون چی هستش؟ اینجا فروشگاه موبایله. بله آخه کی موبایل میخره دیگه؟ ایشالله گوشیت خراب شه بشکنه بیا اینجا صفحه‌شو عوض کنی. داداش بیا نگاه کن تعداد موبایل من نشونت بدم. پشمات بریزه. سرنگ پشمام ریخت. سرنگ درجات نرفت بالاتر سرنگ. سردار و تیم سارو اینا خایمال شاه میشن. ما سرنگی مردمی هستیم. بله معلومه از سرتون تنگه شما. بله دوست عزیز شما هم کش مامانتون تنگه. بی احترامی چرا کردی به اسم ما؟ اسم منو کامیون یدک نمیکشه. کی تو کس نرد. بله کی تو فرج مامانت بره. مردی که یه شیشه معتاد الاغ میمون. عینک با میکشیش؟ چی؟ با نخ میکشی؟ عینک با نخ میکشی؟ چیو با نخ میکشی؟ چیو با نخ میکشی؟ کامیونا دیگه. نه بابا 18 چرخ از این ابر ماشینا دوست عزیز. بچه‌ها سوارشون میشن. شما دوست عزیز شما پدرتون کجایی هست؟ شما پدرتون مال کدوم شهره دوست عزیز؟ پدر مال سمت چیزه بگم نخجوانه. مامانت روسه این چیه همش بوره. کجایی هستی در اصل؟ مامانت مگه بهت نگفته پدرش روسا تجاوز کردن بهتون دوست عزیز کجایی هستی؟ والا ما خودمونی از پدر جدا مادر سواییم. بله میدونم دوست عزیز. از کدوم شهر هستید؟ از کدوم از ایالات متحده کرجی هستی؟ بله یعنی ببین نیرز همه فکر میکنن میخوام بکنن تو کونشون. نیرز دوست عزیز اهل معامله نیستید فقط میخواید کلاه بذارید سر آدم. کی تو کونتون بره؟ آقا خرید نکنید از این مادر جندا. اینا سرتون کلاه میذارن. برین تهران خرید بکنید. بیاید اهواز خرید بکنید. یکی وازلین میزنه یکی دوش میکنه. دقیقا همینه دیگه. دقیقا همینه دوست عزیز. نمیذاری مشتری هستی بدون درد و خونریزی. آقا مشتریان عزیز همشهریان
عزیز کرجی از این دوتا مادر جنده خرید نکنید اگه میخواین ضرر بله دوست عزیز. حالا دوست عزیز مشخص شما مشخص کرجی هم نیستی، هشگردی هستی خودتو وصل میکنی به کرج. نه بابا هشگرد کجا؟ جاده ساوه‌ای هستی درسته؟ کجا؟ جاده ساوه هستی درسته؟ خودتو میزنی به کدوم قبرستونه بابا مال خود کرج بابا لوکیشن. کی تمام بچه‌ها جاده ساوه تو کونه. خوردن اومدی؟ الان میخوای بگی من بچه مرشهرم و اینا؟ نه بچه حصارکی، بچه کلاکی دوست عزیز. میدون کرج اومدی؟ میدون کرج یعنی کرج یه میدون داره همش؟ آره یه میدون داره کلا. میدون که زیاد داره ولی خب اون میدونش اصلیه. بله دوست عزیز شما اصالتا بچه کدوم شهر هستی؟ کرج دیگه. کرجی اصیل که نداریم، همه پناهنده کرج. خود کرج. ببین الان تهران چجوری تهرانه؟ این هم کرجه. نه دوست عزیز یعنی شما اصالتا کرجی تو ترکی. من که ترکم. بله. سماتو ببینم سماتو. یه خورا کن. یه خورا گفتم تخم مغاله کونه. گفتم کونی تخم مغالی. کونه ازم میمونه آنخماش میده. بله دوست ندارم دوست عزیز. ریشاتم بوره مشخص تخم عثمانی هستی. با من حال نمی‌کنی؟ تخم عثمانی هستی دوست عزیز. با من حال نمی‌کنی؟ نه بگم من حال کنم با دوست ندارم تخم عثمانی هستی. تخم عثمانی کی؟ این همونه گایدنت دیگه. برو کی تو جونت بره. ما پایینیم شما بالا بودید عثمانی‌ها کردنتون. گفتم بوری. بله من گردید بریم کونیا دوستتون ندارم. برگرد به کسنرتون کلا بردار. تو بچگیت خیلی دادی. نه آقا من میرم پزشک قانونی شما دوتا هم با خودم میبرم ببینم کی کون داده. ببین به خدا داخل یه اتاق با هم دیگه باشیم مسابقه ببین یه دونه گونه یه لحظه قبلش کی تو کسن مسابقه کشتی مارپله منچ نمیدونم اسفامیل کشتی کیوکوشین کاراته MMA همه جوره به من نمیخوری میبرم تو دوستان عزیز. میبری؟ ببین سرهنگ معامله نمیبری. معامله یه چی بهت بگم دست چی شده؟ دست چی شده؟ دست تو ببینم. نه روشو ببینم اینجا رو ببینم. بابا اینجا رو اینجا روشو مش کن یه ذره گاز بده. کی تو کسه نه داغ مادر ببینی رو گونی پیاز مادرت کردم مادر جنده اسکامنو میگیری داغ مادر ببینی زخم رو دم کیلو آبجی کوچیکت رو گاییدم آبجی بزرگت رو گاییدم هرچی کسه داخل خونتون رو گاییدم حیوانات خانگیتون رو گاییدم تخم مغولی اکو کسکش اکو خری ترک خری دوست عزیز ترک خری تخم عثمانی هستی دوستت ندارم. مغولا کردن سرهنگ من لورم مغولا کردم. ببین کردستان زلزله اومد بلوچستان سیل اومد همه کمک کردن ولی به ترکا کمک نکردن مردم. من لورم ببین میگن پدر زنده است دوست ندارم برگرد به سیارت. دوست ندارم زیاد برات وقت گذاشتم چی تو کسه نه اون گونه تو کونه اگه آدم همه کی تو کسه نه تو لوری تو رو دوست دارم بی پدر. لاشی فقط منو دوست داری؟ نه تو ترکی دوستت ندارم. گم شو بابا نوکرتم. تو رو هم دوست دارم نوکرتم باید شوخی کردم ناراحت نشی از دستم. یه فال بگی آقا ناموسای موبایل چیه؟ من ممنوع تصویرم. ممنوع تصویری؟ بله نه جون سرنگ یه دونه فال بگی بعد برو. اسم رفیقمون که موهاش بوره چیه؟ پویا بله کیرتیکوس مامان پویا. مامان خوبی داره. اسم مامان پویا چیه؟ سرهنگ سرهنگ کیرتیکوس سمیه مامان پویا. هیچی فردا کنی خواستگار واسه مامانشی نوکرتم. بچه دوستتون دارم خداحافظ. ناراحت نشید باتون بیادبی کردم شما هم بیادبی کردید.
نه ما به تخممون حساب نمی‌کنیم. نه خداشه حلال هم کنید دیگه. من نزدیک مرگم حقیقت. صدام به زور بالا میاد. دم مرگم من. حلال هم کنید. دیگه انقدر بود می اومدم خونه تو میافتاد دنبالم همون سرنگ کمتر مامانمو بکن. ولی سرنگ من انقدر دوست دارم موهاتو پشت ببندم. نه موامو من پشت میذارم. موامو اینجوری میذارم همیشه. دوست دارم برگرد به سیارت. الیاس چطوری قربونه؟ الیاس چونی لایک کن، لایو و شیر بده. چونی اولاق خوبیشه؟ نه جنده بله مرسی مهدی برو، مرسی دورت بگردم. یکی چه گوش تراتی هم مستقل جون شوی بشکه ان بود، سلسله جبال ان بود لامصب با گریزلی. ای بابا بس تو اومدی نمیخوام. اینجوری ما کی من اومدم اولین بار من میبینم. بله دوست عزیز جای مهر روی پیشونی دوست عزیز. او کیه دوست عزیز؟ امشب بکنش دوست عزیز. فرار کرد. بله باشه نه نجنده. سلام دوستان عزیز. آقا سیگار نکش جون مادره، سیگار نکش. کیر تو پرسپولیس بره. استقلال سرور پرسپولیس. خون هممون هم آبیه. ما انگار شما رو ندیدیم. من میتونم اسم مادر که از بچه‌ها رو بگم. بله الان یه دوست عزیزمون این پرسپولیس چیه؟ برو پرچم آتیش بزن. این چه پرچم کثیف و نجسیه؟ مال کیه؟ اتاق کیه اینجا؟ پرسپولیس چرا استقلال نمیذاری؟ متوجه نشدم. میگم چرا پرچم استقلال نمیذاری؟ ما اینجا هم استقلالی هم پرسپولیس. نه فقط بعد استقلالی باشی. به قتلتون میرسونم اگر که این خوبه. خب اونو بذاری پایین. اونو بذاری بیرون مثلا. بله استقلال سرور پرسپولیس دوستان عزیز. بله جونم. کی؟ کیه اسطوره کیه؟ الان میام بیا. نوکرتم. بیا اسطوره. بچه کدوم شهری؟ ما تهران. اسم مامانش چیه که اسطوره که داره میاد؟ نه این یکی نه. اسم خودش چیه؟ اسمش چیه؟ سلام عزیزم خوب هستی؟ داشت پشت سرت غیبت میکرد. بله دوستت دارم. سلام برام خوب هستی؟ آقا برام چرا شبیه بچه دیوی؟ اسم مادرت چیه؟ آقا برام چرا قیافتی طوریه؟ کیری. آقا برام این چه صورتیه تو داری؟ آقا برام برام نباشه، برام خیلی کیریه. برام خواهی فقط تو هستی. عشقمی دورتون بگرم، دوستتون دارم، نوکرتونم، خیلی مخلصی بچه ها. برام نگاه چه پوکر فیس وایساده. برام دورتون بگرم، خیلی مخلصی. جونم عزیزم. من تو رو کجا ببینم؟ قربونت برم. همینجا تو مینی چت ولو پرچم استقلال بذار قشنگ نزدیک. من به خدا اینقدر پستاتو برمی‌دارم تگ می‌کنم کیرت هم حساب نمی‌کنی. من دورت بگردم. ببخشید پیج چیه؟
من به اسم رسول عزیزیه. چشم این سری تحویل ویژه میگیرم. گیرت تو کس ننم ببخشید. نه یکم چیرت حساب کن مورد. من نوکرتم ببخشید. دایی مهمون دایی قلیون. چاکرتم دوستت دارم مخلصی بچه‌ها. خداحافظ خدا. این چه عینکی تو داری؟ کمر درد نمیگیری پشت یه عینک؟ یه دونه اینجوری بگو کیر تو کس نرگس. کیر تو کس نرگس. خداحافظ. بله دوستت ندارم بچه سالی دوستت ندارم. خدا بچه چکر خدا. بله دیگه بریم دیگه بله تو کسا نه بچه سال. بله بچه لایو با شعر بدید برامون. اینو کیر خر بی پدری چه صورتی تو داری؟ مادر جنه تسو میتونه لاموات واسه جمون کمین بذاره. اولا خر چرا قطع کردی دوست عزیز؟ کی برمیگردی خونه دوست عزیز؟ برگردم خونه ننتو بگم. نه یه لحظه خداییش الان چند ساعت بیرونی؟ ساعت هاست. کی میری خونه؟ مواد میفروشی؟ نه با چه موادی بفروشی؟ که برو خونه؟ چی؟ برو خونه برو خونه. کی برمیگردی؟ چرا دوست داری برگردم؟ اسمت چیه بگو ببینم. من نیما هم نوکرتم کوچیکت. خب مخلصم آقا نیما چاکرتم. الان طبق آمار باید بگی استاد این نیما حالا خونه نمیاد بشی ریلکس مامانشو بکن. خداحافظ. نیما بله دوستتون دارم. بله آقا مسعود شاکرتم خیلی مخلصی. گیر تو کسی مامان نیما. ما یه مخ یکی رو زدیم. گیر تو کسی مامان نیما. مسعود چطوری؟ بله مسعود لایو با شعر بده ناموسم. سرهنگ سلام دوست عزیز شما یا گوینده ای چیزی هستی؟ چقدر صداتون خوشگل بود. جدی میری دستمون سرهنگ جون جد دست ما دیگه نری. نه دورت بگردم به خدا. شما گوینده هستی؟ خواننده چیزی هستی؟ نه. یه دم میخونی برامون؟ نه. چرا نه؟ نه تو صداشو ندارم که برات بخونم. یه آرزو بکن برای جوانان ایران. آرزو ایشالله همشون یه کسی گیرشون بیاد بکنن. یه کس خوب. کس خوب. بله دوست عزیز ممنونم مرسی. میشه حالا معنوی باشه بیشتر؟ معنوی نه نمیشه باشه. معنوی شما آرزوی ندارید. بله کفشان نیو بالانستون چنده؟ چه مدل نیو بالانس میخوای اینا؟ الان این سفیده که پشت سرت الان همین اینو من الان دارمش. این چنده الان؟ کیفیت از 100ش داریم تا بره بالا. بله دوست عزیز اون آدیداسه اون چنده؟ سامبا؟ بله سامبا هم 1600. ببینم دیگه چی داری. اسمت چیه؟ اسمم سعید سرهنگ. سعید جان عزیزم. به چقدر خوب. تبلیغ واسه پیجم میزنی؟ بله چرا نزنیم دوست عزیز. به پیج ادم پیام بده. بله دوست عزیز دارم پیامت میدم. بله من میگم اون کتونی فروشم منو بشناسی ها. کدوم؟ میگم بهت پیام آره باشه بگو کتونی فروشم که تو مینی چت دیدمت. نیو بالانس نشونم دادی. اوکی. برو نوکر. کاری نداری مزاحمت نوکرتم قربونت برم. الان نیو بالانس رو من دارم این گرونتره داخل آلمانا. داداش اونجا اورجینالش اینجا اورجینالش نیست. الان مثلا همین نیو بالانس 120 یورو داخل آلمان میشه تقریبا چیزی اولوش 9 میلیون. چجوری تو یک من این اکین میخرم 130 یوان. بله 130 یوان. بله یوان. خدا نگهدار آقا سعید خیلی مخلصم. چاکرتم. میخواست اسپانسر بشه یا فکر میکنم پیشنهاد اسپانسری داد که فوشش ندم. کاش که یه فوشش میدادم جهت اطمینان. دختر بچه است. بابا دمتون گرم بچه ها. لایک کنید بریم اکسپلور. دمتون گرم. بله صورتشو دختر اینو
گیرمون کرده. قربونش بریم ما. چی؟ ببینم زیر بغل اول تو نشون بده. ببینم زیر بغل جیگرشو بکنم فکر کنم زیر بغل سفیدی داری. قربون زیر بغلش. کیر تو کست دالگه. کی تو کش مامان دالگه. قربون زیر بغلش. خدافظ. کلت. بله چه دختر بیادبی بودم. دختر به بیادبی ندیده بودم تا حالا. چقدر دختر بیادب بود دوست عزیز. قربونش بریم جیگرشو بخوریم. چقدر خوشگل و نازی. ببین چقدر لب داره. ببین چقدر نازه. ببین چقدر چشاش درشت بود. دیدی؟ میگم چه دختر نازی بود. دیدی؟ جیگرشو بخوریم. جان چرا انقدر نتت ضعیفه دوست عزیز شما؟ بله چرا انقدر نتت ضعیف هست شما؟ بله کسی بود چی بود تو چونش جوری؟ بله مرسی مسعود جان داری لایو و شیر میدی. دمت گرم. بچه من چند روز مریضم به خاطر همین لایو نمیشم. اصلا صدام بالا نمیومد. تازه امروز یه خورده حالم بهتر شده. ببخشید. سلام دوست عزیز. کیو پیدا کردی؟ نوکرتم. شاکرتم. شما مغازت چیه دوست عزیز؟ براتشم. مغازه من نیست، مغازه که از دوستان. بله مغازه. سنگ داری ضبط میکنی؟ بله کرم سینره داری درسته؟ بله. آراشی بهداشتی هستید؟ بله ضبطم میکنیم. لایو هم گرفتی از اون؟ لایویم الان. بله منتها داخل پیج لایوت نیستم. ببین پری روز یه حرکتی زده بودم فقط منتظر خودت بودم بیای بالا. نه بله میدونی الان یه دونه پیج جدید گذاشتم. یه لایوامو میخوام داخل این پیج بذارم. اسم پیجم سید الوانه دوست عزیز. عوض کردی پیجو؟ پیج لایوامو عوض کردم. خب پس یه دقیقه وایسا من یکی از بچه‌ها رو بیارم اینجا ببینه با کی داریم لایو میریم. بله دوست عزیز بگو ببینم. مغازه رو اصلا ببین. بله مغازه چیه دوست عزیز؟ آرایشی بهداشتی سرنگ. آرایشی بهداشتی گیسو. کدوم شهری؟ لرستان علی گودرز. به من علی گودرز اومدم. خدا وکیلی؟ بله اتفاقا خواستگاری هم اومدیم با سیک رفیقامون. ای جان منی دم شما. رفیقمون بچه درود بود. بعد عروسی دعوت بودیم. از اهواز خودم رفتم درود. بعد رفیقمون هم که اصالتا درودی بود اهواز زندگی میکرد اومد علی گودرز خونه که از فامیلاشون پدرش سنگ تراشی داشت. آره قاضی نبوده فامیلیش؟ نمیدونم. خیلی خوشگله علی گودرز. خیلی خوش آب و هوا. قاضی سری آقا. نوکرتم. اومدی ایران حتما بیا. فدات شم عشق من. ناموسن علی گودرز بام ایرانو خیلی خوشگله. نوکرتم. فدات شم عشق من. دوست دارم. آبشارها. بله پر آب. البته اون درودم آبشار داشت. درودم طبیعت فوق‌العاده خوبی داره. بله درود آیون یار احمدی مرادی‌ها زیادن. بله نوکرتم. خیلی مخلصیم. فدات بشم. آقا پربرکت باشه برات. پربرکت باشه. آقا واسه من یه اسکرین باید بگیرم از اینجا دیگه. به قرآن اسکرین نوکرتم. دوست عزیز شیخ سرنگ اصلی هستم. ظاهرا شما بنده رو با یه شخص خاصی اشتباه گرفتی. یه برادر دارم دوقلوه. اون ایستگاه میگیره مردم. اون موش مشکیه. ریشاش هم بلندتر هست. همین که میگه اسم مامانه چیه؟ تو رو بابا خودم ببر. خداحافظ. شناختم کی تو کس ننش. بله متاسفانه. بله ممنونم دوستان عزیز. مرسی بابت لایکاتون. بله
بله بهرام بله بهرام چه سیبیلایی داشت؟ چرا سیبیلاش اینطوری بود؟ آقا صبر کن صبر کن مادر جنده مثل ماهی دوست ندارم. بله بهرام 49 دقیقه است بچه ها لایویم 49 دقیقه. دختر وای دختر خوب کسش بریم ما چه رنگی موها خوشگیری داره جیگرشو بخوریم ما وای دختر خوبش بریم ما. ببین چقدر قبقب داری دوست عزیز. اگه ریکورد نمیگیری حرف بزنم. اگه نمیذاری تو یوتیوب و اینستاگرام. خب دوست عزیز شما اگه نمیذاری تیک تاک حرف بزنم. شما حتی لپت هم مشخص نیست دوست عزیز. ما رو چه حسابی بعد شما رو به عنوان کانتنت استفاده بکنیم؟ نمیدونم آخه یه دفعه شاید دیدی که من خیلی خوشگل صحبت کردم. خب همین دارم قولش بریم میشه ببین من که تصویر شما رو ظاهرا نمیتونم ببینم. میشه به جاش من زیر بغل شما رو ببینم؟ حداقل تصویر سازی بکنم ببینم که چهرهتون از زیر بغلتون یعنی چیز بکنم ببینم زیر بغلتون خوشگله یعنی صورتتون هم خوشگله. قولش بریم ما قولش بریم ما. چرا اینطوری بود؟ چونی نروژ هم زندگی میکرد. بله کش دختر. بله به هر حال کس دختر ای جان واسه دوست چرا الان خودت پوشوندی؟ بله فرار کرد متاسفانه دست ما دختر. بله متاسفانه فرار کرد. دوست ندارم. از این بعد فقط با دخترها حرف میزنم. با پسرها اصلا صحبتی ندارم دیگه. با پسرها کاری ندارم. کیر قهوه چی؟ خداحافظ دوست عزیز. خودتو نشونه میدی برگرد به سیارت میمون دوست عزیز. میبینی چه جاد نیست والا. با پسرها حرف بزنیم برای ما حرف در میارن. فکر میکنن کونی مونی شدیم. بله به خدا دختر کس. بله همه میشناسم متاسفانه. پیرمرد جان بله نوش جان دوستان عزیز چی میزنید؟ ببر ماجی لوبیا مجردیه بابا نوش جونتون پرچمتون بالاست. بلوچی؟ جان آره پرچمتون بالاست. نون بربری یا این نون بربری چیه؟ نونه چیه این دوست عزیز؟ نون افغانی آجی نون افغانی. ببینم تا الان ندیدم. اینا ندیدم تا الان نون افغانی. برشته است. به نوش جونتون. فال میگیری فال؟ نه فال نمیگیرم دوست عزیز. من اشتباه با شخص خاصی دوستتون دارم. فقطتون بشم. این چیه نوشابه چه مارکیه؟ گلدن لایف. کجا جدید اومده؟ نه این مال افغانستانه. شما داخل ایران نیست. شما الان افغانستانید یا ایرانید؟ ما افغانستانیم آره. نوش جونتون پرچمتون بالا باشه. فداتون بشم قربونت برم لالا جان عشق منی. فداتون بشم خداحافظ. بله
مارم وقتی آدم داره غذا میخوره خب نمیگزه، میدونی؟ با خاطر همین بله کوس دختر بابا کوس کوس کیری بود نکردم. خیلی مخلصیم، دوستتون دارم. خداحافظ. شکرتم. خدا چون من نصفم نیست. اینو باید بکنم بیارم اینجا. بله سلام دوست عزیز به SHT، قربونت برم، خوش اومدی. بله لایو و شیر بدید ناموسم بچه‌ها. ما در حقمون ظلم شد، پیج ما رو زدن داخل تیک تاک. گیر تو کونشون برم. بچه‌ها من یه لحظه اینجا این تصویر رو ببندم، یه سیگاری بکشم. کوس بابا فکر کردم دخترید ناموسم. امیدوار شدم، خیلی امیدوار شدم دختر بودید. کیت هشما جمعو یا روی عجیبه هشما خودت بهتر دارش بیارم. برو من چقدر تو رو دنبال کردم. دوستتون دارم. عشق من یه دقیقه صبر کن جان من صبر کن. واسه این بچه یه دقیقه نکردم. دوستت دارم داداش. سلام. زنگ زدی به رفیقه؟ نه بابا دارم میگیره مثلا بذاره تو این استا. بله کوزه فاطمه. دوستت دارم. چاکرتم. فدات شم. خیلی مخلصیم. قربونت برم. خداحافظ. بوس خداحافظ. بله دیگه هم بلاگر شدن چونی ها تو ایران. کیر تو کونه بلاگر. از این بعد هرکی بلاگ بگیره و اینا فوشش میدم. گو میخوره بلاگر میشی بی پدر مادر. کجش بریم ما. هرکی بلاگ بگیره فوشش میدم از این به بعد. بلاگ چیه؟ دختر بیاد تو چت من. دختر سلام. چه موزیکی گوش میدادی؟ من پاتریک واتسون. بله دوست عزیز شما خیلی با کلاس به نظر میرسی. فدات بشم. چاکرتم قربونت برم. شما دوست عزیز سطح تحصیلاتتون در چه حده؟ من در حد دبیرستان دیگه. الان دبیرستانی هستی درسته؟ بله. تابستون معدل چند شد؟ تابستون 18. معدل 18 شد. چقدر درس خونه؟ بله. به چقدر درس خونه؟ معدلش هم 18 شده. اسمت چیه؟ من آریان. بله آریان جان قربونت برم. چه آرزویی برای بچه‌های ایران داری؟ آرزو دارم هر کی به هر چی که میخواد برسه، از کوچیکترین چیز به بزرگترین. نظرت محترم نیست کی تو کسا ننت آریان بی پدر مادر؟ در حدی نیستی بخوای آرزو بکنی واسه مردم. الاغ میمون در حدی نیستی بخوای آرزو کنی. کسکش خر تعبیرت گرفتی پرو شدی بی پدر مادر. نباشم ننه سگ چی بگم سرهنگ شو بودی. بله فدات بشم. شکرتم. دوستت دارم آریان. شکرتم. آریان با چیخی کردم. آریان خیلی پسر با کلاسی هستی.
انقدر با کلاسی که اونم سوخت حقیقت داشتی پادری گوش میکردی حقیقتش خوشحال شدم گفتم به جز دیمبل کسم هستن کسایی که هنوز آهنگای خوب گوش بدن. بله خیلی خوشحال شدم. آریان جان حالا واقعا چه آرزویی داری واسه مردم ایران؟ من دیگه آرزویی ندارم خیلی من نه حالا خارج از شوخی آرزو بکن واسه مردم شریف و شهید پرور ایران. آرزو آخه من میترسم آرزو کنم. راحت باش. یه دقیقه شما چشاتو ببند میخوای با مردم ایران یه درد دلی بکن. آخه اونجوری نیست من برونگرا نیستم درونگرا. خب به هر حال هر آرزویی که داری بفرما. تنها آرزوی بزرگی که دارم اینه که ایران آزاد بشه. خب شکیر تو کاسه نند از حرفت محترم نیست. حرف تو پذیرای خونتون شنیده نمیشه موقعی که داخل پذیرای نشستی بابات یه لغدی بهت نمیزنه چونی آرزو میکنی کسکش خر الاغ میمون. من میگم آرزو نکنم بهتره. بله نه مرسی آرزو نکن چونی ایران آزاد بشه. مگه ایران الان مگه دزدیدنش که آزاد بشه مگه زندان ایران؟ نه اینکه بله آزاد بشه. چی داری؟ چیه این چی دسته؟ این بتمنه. بتمن داری؟ چند سالته؟ آره بتمنه. برو با بتمنت بازی کن. آرزوها که تو کلوف چیه میکنی؟ خب نکن حقیقت دیگه. هرگم شد باش برام به پادریک گوش بده الاغ میمون. دوست دارم آریان ببخشید معذرت میخوام. شیطون گلام زد. چند سالته آریان جان؟ من 16. 16 سالتونه شما آریان جان قربونت برم. من 16 سال از خدا هم گرفتی چه آرزوها گنده ای هم داری. خب حالا خارج از بحث سیاسی چه آرزویی داری واسه مردم شریف و شهید پرور ایران؟ نه سیاسی که نبود. من نگفتم مثلا چیز بشه که حالا تغییر کنم. اون چیزی که حالا یه آرزو بکن. حالا یارو نمیخواد توضیح بدی. توضیح مال آدم‌ها ضعیفه. من آرزو نمی‌کنم. اصلا خودت چرا آرزو نمی‌کنی؟ من دوست دارم که آرزو شما رو بدونم چیه. شما به عنوان نسل زد مردم سوال می‌پرسی. حالا من مردم از سوال آقا شما به عنوان نسل زد من به عنوان کسی که با جوانان در ارتباط هستم با نوجوانان در ارتباط هستم میخوام بدونم شما سطح آرزوهاتون در چه حده؟ من گفتم با من میترسم آرزو. نه راحت باش آریان به خدا بهت گیر نمیدم. گفتم یادش گفتم دوست دارم جوونام مثلا به هر آرزویی سطح دغدغه تو گاییدم کودک درون تو گاییدم بتمن تو گاییدم دوست عزیز. خفشه کی تو کاسه ننت آرزو نکن بی پدر مادر. تو رو چه با آرزو؟ حالا بعد کیون بودی تا دست آرزو بکنی بی پدر. الان لایوی تو اینستا؟ بله. ای وای الان دوستان بکنم میبینه. نه توی پیج دیگه هم اوه شرفمون داره میره. آران جان دوست دارم آران برو با بتمنت بازی کن. تو رو چه با آرزو چونی؟ حتما سلسله جوالی چونی؟ لاشی میخوای آرزو بکنی؟ حالا بی خود میکنی آرزو کنی؟ خدا بله 100%. خداحافظ. بله برای گانخور چونی؟ اگه این بشکنه تو این سر خودش میدونه دارم با شوخی میکنم. الاغ میمون. بله چیه؟ بله اتفاقا این مرد میشه. اینو ما الان قولش دادیم داخل دل مشکلات. این مرد میشه. از این مرد در میاد نه یک کونی های بچه خونگی. از الان شروع بکنن انگولیش بدن بهتره. این که کسیش بریم از الان شروع کنن انگشتش کنن قوی بار میاد. دوست عزیز این میره داخل دل جامعه. الان زیر بغل. چند سالت شما دوست عزیز؟ بی پدر زیر سنم که هستی.
چند یکی بوده میخواه. بله ما رو نصیحت نکن دیگه شیرین جانا، ما گوشمون از یه حرفا پره. بله این چه دماغیتو داری؟ به سلطان این چه صورتیه تو داری ناموسن؟ افتیس با این ریش دماغ تو اینطوری عمل کردی که تو کونت به رسم تو خدا داشت مرد باید کیری باشه، زش باشه، تخمی باشه. کیرم تو کونت این چرا صدات اینطوری؟ کیر تو کونت دماغم شکسته بود. دعوا کردم. دماغت شکسته بود اینطوری؟ عروسکی عملش کردی؟ نه بابا کجا عروسکی کردم؟ کیرم دهنت سرم. عروسکیه دیگه چونی مونی عروسکیه. عروسکی رو بخوام تو کس ننت. عروسکیه دماغت عروسکی هست یا نیست؟ برو کیرم دهنت برو بابا عروسکی انه. خب یعنی عروسکی نیست دماغت، یعنی ما به حرفی که میزنی اعتماد کنیم؟ نه کیمه عروسکی نیست کیمیه. خب دوست عزیز شما اسمتون چی هستش؟ خیلی پسر محترمی هم به نظر میرسی. بله اسم چیه دوست؟ فعلا آره بگی دستت فعلا. خب دوست عزیز شما اسم منو میدونی مثلا من میسرم من شما رو چی صدا کنم؟ من نمیخوام با هم دیگه رفیق بشیم. تو صدا کن، تو منو صدا کن نفس جان قربونت برم عزیزم. دیدی گفتم obdاری چونی با اون دماغت اسمت هم نفسه. نه دیگه نفس هم باشه دیری بیایی نامت گاییدم. نفس جان قربونت برم عزیزم از شاید به حضور ببین سرن بچه چونی منو نگاه کن. بله عزیزم بفرما. من بچه شهریارم نگاییدم. خب دوست عزیز نه چون شما obdاری من تو به رقابت نمیخوری. چون من با تامبویا و اینا مهربونم. ببین مادر جنده کیرم تو سردر شهرتون شهریارم شهر مادر جنده چونی گونه خور الا خر میمون گونه خور چون دهن منو باز نکنن چونی داتی سگ میمون الا خر گمشه کستانه میخواستی تهران باشی شهریار شدید الا خر چونی احترام خر شهریار شده تهرانه. خب بیرون تهران داتی سگ داتی. خب به من بگو اینو اسم چیه حالا؟ اسمم علیرضا جان قربونت برم. حتما بعد کتکت بزنم زیر مشتلقت بگیرمت با مهربون باشی. علیرضا جان قربونت برم. یه آرزو علیرضا جان یه دعا بکن برای مردم شهید و شریف ایران. دعا میکنم همه مریضا شفا پیدا کنن. دیگه هیچ کس منفجر نامرد نشه. دیگه چقدر خوب دعا میکنم مادرت گاییده شه. بله چقدر خوب دعا میکنی دیگه علیرضا جان. چقدر خوب دعا میکنی. یه دعا بکن مردم واسه مردم دعا بکن علیرضا. یه لحظه واسه جواب این دخترا رو بدم. یه دقیقه وایسا. بله دوست دارم. الان کسکش فکر کنم دارم خیانت میکنم. بله علیرضا یه دعا واسه مردم بکن. یه دعا واسه مردم بکن. بله چه میدونم چی بکنم برای مردم. سلام چطور کاملیا؟ بله چند تا دوربین باز کردی؟ یه دعا خوب واسه مردم بکن. دعا خوب. بله یه دعای خوب کنم. بله دعای خوب. بله یه دعای خوب کردم. میخوای دو تا دعای خوب کنم. کیرم تو کسه نه داغ مادر ببینی حرف تو پذیرای خونتون هم شنیده نمیشه. بچی شهریاری سگ داتی هستی کیر تو کسه ننت مادر جنده. تو اصلا تو رو چه به دعا تو رو چه به آرزو برای مردم چون خودتو صف بچرس جهاد کردی ننه جنده ننه کیر دوزه ننه کیر پرسته ننه دست به دیوار مامان قلقلی. مادر جنده 3 تا دعا کردم اونا رو نمیبینی؟ نه اون دعا خوب نبودن. اونا دعا من دعا نخوام چه دعای خوبه. دوستت دارم علیرضا دوستت دارم. نوکر ولی اوب داری یا نه؟ یه 50-50 بریم یه 50-50 با چوب زدم تو دماغم. با چوب زدم تو دماغم. میمردی اگه چوب بخورد به دماغت. ها یه بار دیگه اونجوری بگو. کسکش آب داری ناموسن. گوه نخود مادر جنده. کسکش آب نهی دوست دارم مادر جنده تامبوی همین کارها رو کردی ناموسن.
دخترها به ما میگن پرنسس چونی، به خاطر تو چونی نگاه عروسک پانداش نگاه کن مادر جنده رو، همین کارا رو میکنی دخترها به ما میگن پرنسس. الاغ میمون کس کش سگ دهاتی شهریاری. خونه خودم نیستم خر. دوست دارم علیرضا، دوست دارم. برگرد به کس ننت ولی پتوش هم گلگلی صورتیه. آب داری مادر جنده، آب داری کی تو کس ننت؟ دماغتو که عمل کردی، زیر پوش گیا رو پوشیدی، رو بالشیت هم که گلگلیه، عروسه که پاندام داری، دیوار اتاقت صورتیه، دیوار اتاقت صورتیه مادر جنده، هیچ ستاره نداری، نه لول داری نه ستاره داری، اصلا نمره عمل نمیگیری مادر جنده. برگرد به کس ننت. خداحافظ. کس ننه یه سره داری برای خودت زن داری. گونه خواه قاب مالت هم قرمزه. قاب مالت قرمزه کی تو کس ننت؟ دوست ندارم. قاب مالت قرمزه. قاب مالت قرمزه. جلد مداد رنگی تیشرتت. برو مادر جنده. جلد مداد رنگی مادر. پرچم ما رنگین است، لبات ما رنگین. صندلی کویک و کنه خب بی پدر مادر. دختر خوب موقع ردش کردم. بله. سلام ساکورا جان. قومش بریم ما. بله. حالا آقا میمون چقدر آب داشت. خیلی بده پسر آب داشته باشه، خیلی بده. عرب کویت. بله. بله. کس. مرسی کاملیا جان، قربونت برم. مرسی بابت قلب خوشگلت. بله. قربون کاملیا بریم ما. بله. چوبو کردن تو کونش، هولش دادن به دیوار، دماغش شکسته. محکم تلمبه زدن دماغش خورده به دیوار. دروغ میگه بی پدر مادر. بله. چقدر خانم شیرین خوشگله. بذار من یه بار ببینم. شیرین هستی؟ شیرین؟ بله من ببینم شیرین هستش. کاملیات طالبی برامون انجام میدی؟ بذار من کاملیات مودریتور بکنم. بذار من کاملیات یه مودریتور بکنم کاملیا رو. خب کس بچه پشمام. تو همه نیسته میگی که میگی کیر تو قصه فاطمه. نه شما بندر باشه از خواستش باید. بله من هم ناموسم به ناحق پیجمو زدن کاملیا. داشتیم پول جمع می‌کردیم برای دختره که قلبش باتری میخواست. زده سوء استفاده از کودکان، یعنی کسی که با ما دشمنی داشته زده ریپورت کرده سر اون قضیه. خیلی دلم گرفت ناموسن. میگفتم تو با من مشکل داری؟ سلام عمو جان، خوب هستی؟ من در هنر شناسم. عمو جان شما قیافه چقدر شبیه همونی که میگه من کوسباز جهانم. شما کوسباز جهانی عمو جان؟ شما آیا کوسباز جهانی؟ کس بود؟ داخل میگه کس بود دختر کس بود کس دید. چقدر قیافت شبیه همونی که میگه من کسباز جهان. دیدینش بچه ها؟ شبیه همونه. آره ناموسن. بله نه چیز نمی کنم فعلا، گیفت نمیخوام بچه ها. حقیقتش دیگه کمک بیخیال شدم. اگه بشه میخوام مثلا کلا گیفتم ببنم، نمیدونم چه جوری، هرچی گشتم پیدا نکردم دیگه. به کسی کمک نمی کنم، فقط فوش میدم. بله با ناموسن این همه گفتیم کیر تو کس ننه، کیر تو کس ننه، اون بلاک نشدیم، اومدیم کمک بکنیم، پول جمع بکنیم برای نفر قلبش باتری نداشت،
زدم بلاکمون کردن، حالم گرفته شد ناموسن. البته یه ماه بیشتر نبود فعالیت کرده بودم، ولی خب به هر حال بله. میدونی بعدش اینه که بن موبایل شدم. الان این موبایلی که دارم باش کار میکنم خرابه، به خاطر همین ناراحتم. به علی شما. سلام دوست. سلام دوست. چه صدات بک. نه بعد هنس بری آره دوستتون دارم بعد چکریم خدا. بله چقدر دختر مدرن بود، کسش دهن امولا. بله اینا ایرانو نجات میدن. بله آینده ها ایران. اینا دوست ندارم برگه بکس نهت میمون. اینا آینده ها ایرانن. داداش تا حالا 60 میلیون تومن پول واسه جمع کردیم، یعنی ناموسن 30 تومنشو من و اشتاد زدیم، 30 تومنشو مردم زدن. بله خیلی امید داشتیم که مثلا ایرانیان خارج کشور مثلا به خودشون بیان و اینا، منتها زدن دیگه پیجمونو. بله به هر حال بچه حالم گرفته شد. آقا دوستتون دارم، خیلی مخلصیم. با اجازهتون بچه ها دیگه رفع زحمت بکنم، فردا هم احتمالا دوباره لایو بشیم. بچه های یوتیوب دوستتون دارم، خیلی مخلصیم، عشق منید.